امروز قراره ببینیم ایمپلانت دندان دقیقاً چیه. خب بزن بریم. خب حتما اسم ایمپلانت دندان رو شنیدین، اما واقعا یعنی چی؟ خیلی ساده. ایمپلانت یه ریشه مصنوعی برای دندونیه که از دست رفته. جنسش از تیتانیومه که خیلی خوب با استخوان جور در میاد و یه اتصال محکم و با ثابت ایجاد میکنه. کل این ساختار از 3 قسمت اصلی تشکیل شده. بیایید با قسمت اول شروع کنیم. قسمت اول فونداسیونه، همون بخشی که کل کار اصلی رو انجام میده. به این میگن فیکسچر، یه پیچ تیتانیومیه که نقش ریشه جدید دندون رو بازی میکنه. نکته مهم اینه که این قسمت کاملاً زیر لثه است و محکم توی استخوان فک شما قرار گرفته. خب حالا بریم سراغ قسمت بعدی، یعنی قطعه اتصال دهنده. این آب اتچمنته. فکر کنید یه رابط یا پسته‌ایه که روی فیکسچر سوار میشه. کارش اینه که پایه زیر لثه رو به دندونی که قرار دیده بشه وصل کنه. و بالاخره میرسیم به قسمتی که همه میبینن، خود دندون. این همون روکشه، دندون مصنوعی که روی اباتمنت قرار میگیره و دیده میشه. این روکش‌ها از مواد خیلی بادامی مثل سرامیک یا پورسلان ساخته میشن. نکته جالب اینه که کاملا سفارشی ساخته میشه تا با رنگ و شکل بقیه دندوناتون یکی باشه. خب بیاید یه جمع‌بندی سریع بکنیم که این 3 تا قسمت چطور کنار هم کار میکنن. اول فیکسچر توی استخوان، بعد اباتمنت به عنوان رابط و در آخر هم روکش روی اون قرار میگیره.